بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس تفسیر نور و دقیقاً درس 46 خدمت شما هستم. آیه 85 از سوره مبارکه البقره را در آخرین درس نظری گذرابش داشتیم. ابتدا گوش جان بسپاریم به تلاوت زیبا از این آیه مبارکه و سپس به حول و قوه الهی این آیه را شرح و بسط بدیم و ازش احکام و دروس استنباط بکنیم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. این آیه را شنیدیم. خداوند عزوجل پس از آیه 84 که در آن تذکر بنی اسرائیل به عهد و پیمانشون بود، اونها را به عهد شکنی هاشون و دوگانگی برخورد کردن به دین و شریعت و آیینشون متذکر میشه که این جایز و روا نبود و نمی بایست همچون چیزی تکرار میشد. به همین خاطر در این آیه مبارکه ترجمه مختصر این آیه این خواهد بود که پس از آن این شما هستید که، یعنی این شما ای بنی اسرائیل، شما هستید که یکدیگر را میکشید و گروهی از خودتان را از خانه و کاشانه و سرزمین بیرون میرانید، دشمنانشان را از روی گناهکاری و تجاوزکاری نصرت میدهید و اگر اسیر شدگان پیشتان آیند آنان را فدیه کرده تا آزاد شوند، حالان که اخراج و قتلشان بر شما حرام شده بود. آیا به بعضی از کتاب یعنی تورات ایمان آورده و به بعضی دیگر کفر می‌ورزید؟ پس نیست کیفر کسی از شما که چنین کند مگر خاری زندگی دنیا و روز آخرت نیست به بدترین عذاب برگشت داده می شود و الله از آن چه می کنید بی خبر نیست. عزیزان، همونطور که در درس گذشته متذکر شدم، کلمات این آیه مدلول‌های خاص خودش و دلالت‌های زیبای خودش را داره. تظاهرون که در اصل گفتیم از کلمه زهر گرفته شده به معنای پشت، وقتی پشت سرش علیهم اومد به معنای برعکس و معکوس میده، یعنی بر علیهشون به پا خواستید، از دشمنانشون حمایت کردید و این همون کاری بود که یهودیان مدینه بر علیه هم دیگه میکردن. زمانی که جنگ های اوس و خزرج در میگرفت و شروع میشد، بنی قینقاع و بنی نظیر پشت خزرجی ها میگرفتند و از طرف دیگه بنی قریظه هم
پشت اوس رو میگرفت. چرا؟ چون حلفا و همپیمانان جنگی هم دیگه بودن و در قبال این تعهد مالی داشتن. و همچنین بالاثم والعدوان اینجا سبب بیان میشه، یعنی به خاطر بای سببی است. یعنی این کار را از روی چی میکردید؟ از روی گناه و معصیت و تجاوزکاری میکردید. علت این دشمن حمایت از دشمنان همدیگه این بود که می اومدید چیکار میکردید؟ عهد الهی را شکستید، میثاق را زیر پا گذاشتید و همچنین حق برادری را فراموش کردید و این فکر اصلا به ذهن شما نیومد که اینی که در مقابل دارید می جنگید باش چیه؟ برادران و همکیش و مذهبان دینی شما هستند. و اسارا جمع اسرا و اون هم جمع اسیر، همونطور که عرض کردم. تفادوهم به معنای فدیه می دهید در ازای آزادیشون، برای آزادیشون. خزی به معنای خاری و ذلت. یردون از صیغه مجهول گرفته شده، یعنی بازگشت داده می شوند، عودت داده می شوند اینها روز قیامت، چون روز قیامت اینا به دست خودشون نیست، آورده می شوند برای عذاب کشیدن. به سوی چی؟ اشد العذاب، شدیدترین عذابها در آخرت. هؤلاء در اینجا یه مفهوم خاصی داره و این که این همان شما هستید. ببینید عهد و پیمان قدیما در عهد پیامبران یهود از کی گرفته شده؟ از اجداد یهود گرفته شده و یهودیانی که هم عصر پیامبر بودند و در مدینه زندگی میکردند اونها طرف این عهد و قرارداد نبودند، ولی چون پیروان همون آیین و دین بودند پس بنابراین لازمش این بود که به همون عهد و پیمان هم چیکار کنند؟ عمل کنند. و چون عمل نمی کردند و مخالف اون خودشون رو مدعیان تورات و مدعیان پیروی و حمایت از موسی و دین اون می دانستند و از طرف دیگر مخالف این قرارداد عمل می کردند، خداوند به اونها عیب گرفت، گفت این همون شما هستید، همون کسانی که این عهد و پیمان از شما گرفته شده در توراتتون از آبا و اجدادتون و حالا دارید چیکار میکنید؟ خلاف اون دارید میرید. و کلمه انفسکم دلالت زیبایی داره، همونطور که قبلا هم عرض کردم، خودتان به معنای یکدیگر، چون شایسته و روا نیست و انتظار هم نمیره که برادر دینیشو چیکار بکنه؟ بکشه، بهش خیانت بکنه و حق اون را زیر پا بذاره، چون اهل یک دین هستن، اهل یک ملتن، اهل یک آیینن. پس بنابراین انتظار از این میره که در مسائل دینی و در دنیوی از همدیگه حمایت بکنن. فریقا یعنی گروهی، نه همه تان. و اینجا انصاف قرآن در حکم بر یهود هست. همه یهود اونگونه نبودند ولی اکثریتشون بله. منهم امت مقتصده و کثیر منهم فاسقون، همطور که در آیات دیگه در جاهای دیگه فرموده. عده‌ای از اونها مقتصد، میانه رو و منصفند ولی اکثر اونها چی هستند؟ فاسقند. به همین خاطر قرآن فرمود که ثم انتم هؤلاء تخرجون انفسکم تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم. عده‌ای از اونها عده دیگر را چیکار میکنن؟ از خانه و کاشانه بیرون میکنن. و دیار همونطور که عرض کردم اصلش به معنای خانه است و کاشانه است و معنای سرزمین و وطن هم اطلاق میشه، چون جای بقا و استقرار هست. اگر به کلمه اسم عدوان برگردیم ببینیم که علت و انگیزه هم در این آیات مشخص میشه که دو سبب مهمی برای قتال و کشتن ذکر شده نزد یهود همین دوتا بود، یکی عهد شکنی با الله و یکی دیگری رعایت نکردن حق برادری دینی که یکیش اسم هست و دیگریش عدوانه. تناقض یهود در برخورد با دین و شریعت و این نه تنها شأن یهوده، چون داستان یهود همیشه داره تکرار میشه و اهل ایمان همیشه وجود دارن. هر کس که مدعی ایمان باشد باید به مقتضای ایمانش عمل بکنه.
به مقتضای اون کتابی که قبول داره، اون شریعتی که پذیرفته. اگر مسلمان هست به دین آیین خودش، اگر نصرانی است به دین آیین خودش، اگر یهودی است به دین آیین خودش، باید در قبال اون تعهد داشته باشه. در غیر اون صورت اون متدین نیست، اون داره خیانت میکنه و داره دروغ پردازی میکنه. تناقض یهود در برخورد با دینشون با این بود که با هم دین خود میجنگیدن، اونها را میکشتن، برای رسیدن به مصالح خودشون دست به این خیانت ها میزدن. و همچنین در قبال اون اگر که زمانی اونها را به حالت اسیر می آوردن، فدیهشون رو پرداخت میکردن تا اینکه اسیرشون آزاد بشه. با یک میان برنامه سعی میکنیم استراحت کوتاهی داشته باشیم، بعد بریم سر شرح و تفسیر بیشتر این آیه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بله عزیزان، همونطور که عرض کردم شرح و تفسیر آیات با سبب نزول آن خیلی واضح و آشکار میشه. قبلا اینو متذکر شدم که آیه 84 با آیه 85 مکمل هم دیگه هستن و سبب نزولشون هم این بود که قبایل یهود مدینه دو تاشون، یهود بنی قینقاع و بنی نظیر، هم پیمانان خزرجی ها بودن، عرب خزرجی ها، و یهود بنی قریظه هم پیمان اوس بود. زمانی که جنگ های قبایلگی بین اوس و خزرج قبل از اسلام پیش می اومد و این درگیری ها شروع می شد، یهودی ها هم وارد معرکه می شدن و بر علیه هم دیگه به حمایت از دوستان عربشون که در عهد جاهلیت با آنها قرارداد نظامی داشتن می جنگیدن. و این میتونه روشنگری خوب باشه به این که انسان مؤمن و مسلمان به یک مبدأ نباید بر علیه همدیگه چیکار کنه؟ شمشیر بکشه. درس و عبرت هایی که از این آیه مبارکه میگیریم اینه که اولا دقت بکنید در تغییر خطاب قرآنی. قرآن یک جا ابتدا فرمود که و اذ اخذنا میثاقکم و سپس فرمود ثم انتم هؤلاء تقتلون. از خطاب غائب به خطاب حاضر از این جهتی که مخاطب خودش رو در قبال این پیام ببینه. یعنی یه وقت میبینید شما دارید یک قصه تعریف میکنید، یک مرتبه برمیگرد میگه که شما هم همین قضیه رو دارید، تا اینکه شنونده به خودش بر بگرده و به خود بیاد و عبرت بگیره. اگر اشتباهی هست اشتباهات رو کنار بذاره، اگر نعمتی اونجا یادآوری میشه تذکر داشته باشه که این نعمت رو باید قدردانی کرد و شکر و سپاسش رو به جای آورد و اون را خوب ازش چیکار کرد؟ استفاده کرد. حرمت قتل و خونریزی به خصوص بین برادران دینی یک چیز حتمی است و تمام اهل ملت ها به اون اقرار دارند. حرمت تصرف اموال و املاک یکدیگر یک چیز قطعی است و تمامی شریعت های الهی به اون اقرار دارند و احکام و درس‌های اون بسیار زیاده که در خلال مفاهیم کلی دین و چارچوب‌هایی که اسلام در باب اخلاقیات و معاشرت و رفتار و معاملات ریخته مشخص و واضح است. نفی غفلت و بیخبری از ذات الله نه به خاطر اینکه ثابت کنه خداوند غافل نیست، نه، همیشه نفی یک صفت از ذات ذوالجلال الله بیشتر برای همونطور که قاعده کلی در مفاهیم توحیدی و عقیدتی مشخص میکنن، میگن نفی یک صفت از ذات الله، ذات ذوالجلالش، برای چیه؟ برای نفی ضد آن هست یا نفی کمال ضدشه. یعنی چی؟ این برای اثبات کمال ضد آن هست. ضد جهل چیه؟ علم هست، آگاهی است، بصیرت، اطلاع است. خداوند عزوجل به خاطر اینکه ثابت بکنه که از حال و احوال و از عمل کرد و تصرفات یهود اطلاع کافی و کلی داره و هیچی از اون پوشیده نیست، فرمود و ما الله بغافل عما تعملون. حواس جمع کنید،
هیچی از خدا پوشیده نیست. خدا از اون چی دارید انجام میدید، از اون تصرفات و عمل کرده هاتون چیه؟ غافل نیست. هر کس از دین و شریعت روگردانی کرد حتما علت و انگیزه دنیوی داره. ببینید و این یک درس بسیار مهمه. قرآن فرمود بالاثم والعدوان، یعنی زمانی که میکشید ای یهود و زمانی که همدیگر رو دارید میکشید و خونریزی میکنید، زمانی که همدیگر رو از خونه و کاشانه بیرون میکنید، بیشتر به خاطر چیه؟ به خاطر اون قراردادی که دارید، اون پیمانی که بستید. و این پیمانها مصالح دنیوی است. اگر انسانی بدونه یک جا به خاطر مصالح دنیوی نباید خیانت بکنه به همکیش مذهبش، اون قرارداد را باطل اعلام میکنه. ولی هر جا که حمایت از مظلوم باشه، نه تنها با مؤمنان و مسلمان ها بلکه حتی با اهل شرک هم که باشد، این قرارداد را تثبیت میکنه. شما نگاه کنید مثلا خیلی از قراردادها قبل از اسلام بوده، بعد از اسلام اون رو تایید کرده. حرمت مثلا ماهای حرام را مثال میزنیم در قرآن اومده، در سوره مبارکه در سوره براءت یا سوره توبه. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم. قرآن فرمود منها 4 حرم، یعنی 4 تا از این ماها چیه؟ حرامه. قرآن کریم میدونست که این انگیزه‌ای که قبلا داشته، قبل از اسلام، یک انگیزه های جاهلیت بوده برای حفظ قدسیت حرم، ولی چون انگیزه محترمی بوده اومده اون رو تأیید کرده و نه تنها تأیید کرده بلکه سعی کرده اون را خوب به جا بیاره. درس دیگه از این آیه این میشه که کافران در آخرت هیچ یاری دهنده نخواهند داشت و این یک نوع تهدیده. یعنی اونهایی که در این دنیا به خاطر عهد شکنی یا به خاطر ظلم و تعدی و تجاوزی که به هم دین و مذهبان خودشون میکنند در دنیا اینقدر خاری و ذلت میکشند، مواظب باشن در آخرت بدتر از این هست. یردون الی اشد العذاب. اونجا دیگه هیچ نصرت دهنده یاری دهنده ای نیست. اگر در دنیای همپیمانانی، حلفایی، دوستانی دیگه دارند، اما در آخرت از اینا خبری نیست. حواسشون جمع باشه. این یکی از بدترین تهدیدها و شدید لحن‌ترین تهدیدهای قرآنی به کفار و عهدشکنان است. آیه ما بعد، آیه 87 قرآن کریم در سوره مبارکه البقره می‌فرماید ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ترجمه این آیه مبارکه اینه که به تحقیق ما دادیم، عطا کردیم به موسی علیه السلام کتاب را. اون کتاب چی بود؟ تورات. و بعد از او پیامبران را فرستادیم، پشت سرش پیامبران را فرستادیم. قفینا همین معنا را میده، از قفا به معنای پشته. و عیسی ابن مریم، و همچنین عیسی ابن مریم را علیه السلام بینات عطا کردیم. و منظور از بینات معجزات الهی است که در سوره مائده و سوره آل عمران ذکرش میمون اومده. و او را با روح القدس یعنی جبرئیل امین علیه السلام مؤید کردیم که فرشته وحی بود. پس به تحقیق ما دادیم به موسی کتاب را و بعد از او پیامبران را فرستادیم و عیسی ابن مریم را بینات عطا کردیم و او را با روح القدس مؤید کردیم. آیا افکل ما جاءکم رسول، آیا جز این است که هر زمان پیامبری از اینان بر خلاف میل آرزوی نفس شما چیزی را آورد تکبر کردید و سر باز زدید، پس عده‌ای را تکذیب و عده‌ای را کشتید؟ در این آیه مبارکه لفظ آتینا اومده ابتدا، واو و سپس آتینا
که خودش یک فعل هست، یعنی به تحقیق ما عطا کردیم. ولقد آتینا موسی الکتاب، عطا کردیم، بخشیدیم. کتاب در اینجا منظورش توراته. قفینا، ردیف کردیم، پشت سر هم فرستادیم. بینات به معنای دلائل و حجتهای روشن الهی است که همون معجزات خداوندی برای پیامبرانشه. ایدناه به معنای تأیید کردیم او را، یعنی عیسی ابن مریم را تأیید کردیم. با چی؟ با روح القدس. و روح القدس جبریل امین هست، امین وحی، همچون که در حدیث و قرآن هم ذکر شده. نزل به الروح الامین در قرآن کریم میخوانیم. این آیات قرآنی همون قرآنی است که روح الامین یعنی جبریل علیه السلام با اون نازل شده، اون را آورده. علی قلبک لتکون من المرسلین منذرین. و همچنین در حدیث درباره اون میخوانیم که در حدیث ان روح القدس نفث فی روعی، و مثلا سلام میفرماید که روح القدس که همین جبریل باشد در قلب من دمیده است، این روح الهی و این به اصطلاح وحی الهی دمیده است، به این صورت که چی؟ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها و اجلها فاجملوا فی الطلب، که هیچ نفسی نمیمیره مگر اینکه رزقش را به کمال و تمام بگیرد و اجلش نیست به حد آخرش برسه. با یه میان برنامه مختصر برنامه رو ادامه خواهیم داد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بله، در مورد تفسیر آیه 87 سوره مبارکه البقره صحبت می‌کردیم. کلمات مشکل و دشوار اون رو توضیح میدادیم. به این کلمه رسیدیم که روح القدس. روح القدس همطور که عرض کردم خدمتون در تفسیر قرآنی جبریل امین هست، امین وحی الهی از میان فرشتگان. کلما یعنی هر وقت و زمان یا هر چه لا تهوى انفسکم با هوای نفستون موافقت نداشت. و هوا یعنی چه؟ یعنی خواسته ها و امیاله های دروغین انسانی که منطق و شریعت نمیشناسه اونو. هوا خواسته های غیر منطقی انسان هست، به معنای دیگه که اسباب انحراف و گمراهی انسان میشه. استکبرتم، استکبار کردید و اصلش از کلمه کبر به معنای طلب بزرگی و نخوت و بزرگمنشی است که خودش در این باب نشانه چیه؟ تحقیر پیامبران والیاذ بالله و انکار رسالتشونه. فریقا یعنی گروهی را، عده‌ای را، کذبتم تکذیب کردید، دروغ پنداشتید، و تقتلونم یعنی استمرار در قتل و جنایت را معنا میده. در این آیه مبارکه آتینا یک مدلول خاص داره و اون اینکه کتاب‌های الهی، کتاب‌هایی که بر پیامبران در طول تاریخ بشر نازل شده وحی و پیام الله هستند و ایمانم به اونها واجبه. و به همین خاطر می‌خوانیم و قل آمنت بما انزل الله من کتاب، بگو ای پیامبر به امتت که من به تمامی کتاب‌هایی که در طول تاریخ بشر به پیامبران نازل شده از جانب الله ایمان دارم. پس بنابراین یکی از ارکان دین ما اینه که تمام کتاب‌های الهی را باید بهش ایمان بیاریم و این ایمان بچونه ایمان مجمل و کلی. و قل آمنت بما انزل الله من کتاب. و همچنین در آیه دوم سوره مبارکه البقره میخوانیم که چی؟ الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. همچنین که به قرآن ایمان میآورند، به اون چیزی که بر پیامبر نازل شده، به اون چیزی ما قبل هم نازل شده ایمان میآورند. قفینا از قفا گرفته شده و لفظ قافیه هم از اینجا گرفته میشه، چون قافیه یعنی مصرع دوم یا همون کلمات آخر یا عبارتهای آخر هر جمله به هر حال
که پشت سر هم ردیف شده. به همین خاطر دلالت بر چی داره؟ استمراریت نبوت بعد از حضرت موسی علیه السلام داره. میدونید که بعد از موسی علیه السلام پیامبران زیادی در میان بنی اسرائیل ظهور کردند و از جمله اونها در نهایت بنی اسرائیل پیامبران بنی اسرائیل حضرت عیسی علیه السلام بود که در اینجا ذکرش میون اومده که فرمود و آتینا عیسی ابن مریم البینات. و بینات جمع بینه هست. بینه در اصل یعنی حجت و دلیل بسیار واضح و روشن، ولی در اینجا معنای دقیق ترش به معنای معجزه غیر قابل انکار هست و اون اتمام حجت بر مردم و نیازی به برهان دیگری نداره. یعنی بینه اونقدر واضح هست یا معجزه اونقدر واضح و روشن هست که دیگه نیازی به حجت و برهان دیگه نداره. چون خود معجزه یعنی چی؟ یعنی کاری خارق العاده که از عهده هیچ بشری ساخته نیست و در مضمون به اصطلاح کارهای روزمره انسان‌ها در فرهنگ مادی نمی گنجه. و عیسی علیه السلام از پیامبران اولوالعزم بنی اسرائیل این امتیاز را داشت که همطور که در سوره مبارکه آل عمران و در سوره مبارکه المائده می‌خوانیم شفا بخش بود دمش و همچنین مردگان را زنده می‌کرد با روحش و همچنین از گل و خاک حیوانات و پرندگان درست می‌کرد، درش می‌دوید، جان می‌گرفتند. و این معجزات الهی در زمان ایشون یک نوع معجزه بود که خداوند به ایشون عطا فرمود. و روح القدس در قرآن کریم همونطور که عرض کردم و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت جبریل علیه السلام هست که از جبریل امین وحی الهی است در میان فرشتگان. و قرآن کریم درباره ایشون فرمود نزل به روح الامین. این قرآن به واسطه روح امین که همون جبریل باشد نازل شده. و در حدیث هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستكمل رزقها و اجلها فاجملوا فی الطلب. که روح القدس که همون جبریل باشه در روحم، در روحم، در روانم دمیده است از همون معانی و مفاهیم الهی که چی؟ هیچ نفسی نمی میرد، هرگز هیچ کس نمی میره مگر اینکه رزقش و عجلش به تمام و کمال برسه. بما لا تهوى انفسکم، به اون چیزی که هوای نفستون یا همون نفس اماره به سو باشه نخواد رغبت بده و بقبولانه به خودش و بپذیره. که انسان همین نفس اماره به سو هست که انسان رو چیکار میکنه؟ به گمراهی و انحراف میکشونه. و لذا سبب انحراف بنی اسرائیل حق هم همین بود که میخواستند دین را به میل و هوا و هوس خودشون بفهمند، نه به شریعت و معیارهای دینی. سیاق آیات همچنان در مورد ذکر نعمتهای الهی است بر بنی اسرائیل و بیان انحرافات اونها. اگر در آیه 84 و 85 قرآن کریم سعی کرد به بنی اسرائیل متذکر بشه که این عهد و پیمانها را شکستید و اشتباه بزرگی مرتکب شدید، از این بابته که بیایید توبه کنید، بر بگردید، دیگه این کارها تکرار نکنید. و حالا که داره نعمتهای الهی را از همون نعمت قرآن یا نعمت تورات یا نعمت ایمان به این تورات قبل از نزول قرآن بر اونها باز می شمارد و نعمت نزول تورات و انجیل را بر پیامبرانشان باز می شمارد، به اونها متذکر می شده که ما به شما این آیات را برای شما نازل کردیم، پیامبران را مبعوث کردیم، پس بیایید قدردانی بکنید، بیایید شکرگزار باشید، بیایید قدر این نعمتها را بدونید. و به همین خاطر ذکر نعمتها از این جهتی که انسان را باید به شکر و سپاس وابه دارد و ذکر عیب و انحراف هم از اون جهت مهمه که انسان را به اصلاح کار خودش و توبه وادار کنه. هدف از ذکر داستان بنی اسرائیل تذکر به همه آنهاست. تذکر به همه آنهاست
به خصوص انسانهایی که معاصر با اونها بودند و یا انسانهایی که در زمره اونها در فلک اونها میدوند، یعنی سعی میکنن که مثل اونها باشن. حالا میخوان با مدعی ایمان و اسلام باشن یا غیر اون. اهل کتاب اهل ایمان و رسالت بودند، ولذا این استکبار و این انحراف از حق و حقیقت از اونها بسیار زشت و نادرست بود که قرآن اون رو انکار کرد. این شرح و تفسیر مختصری از این آیه مبارکه درس عبرت هایی هست که به حول قوه الهی در درس آینده خدمتون ارائه خواهد شد، که از جمله اون اگر به خود آیه بر بگردیم به این نکات میشه اشاره کرد. ولقد آتینا موسی الکتاب، که ما ای بنی اسرائیل به موسی کتاب دادیم، تورات را، و پشت سرش پیامبران را فرستادیم و همچنین از میان جمله این پیامبران عیسی ابن مریم بود که با معجزات بسیار واضح و روشن اون را مؤید کردیم، تاییدش کردیم، و همچنین به وسیله جبریل امین اون را مؤیدش کردیم. حالا هرچی از این پیامبران می آوردند و می اومدند، این پیامبران را برخلاف میل و خواسته های شما بود، می اومد چیکار میکردید؟ عده‌ای از این پیامبران را تکذیب میکردید، مثل حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. میدونید که یهود بر دین خودش باقی موند، عیسی را قبول نداشت و وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم ظهور کرد، حضرت محمد، اون را هم تکذیب کردند. پس محمد و عیسی ما قبل اون هر دو توسط یهودیان چه شدن؟ تکذیب شدند. و فریقا تقتلون، و عده‌ای از پیامبران را کشتند، مثل یحیی و زکریا. درس های این آیه بمونه واسه نشست دیگر و درس دیگر به حول قوه الهی. تا اون زمان شما را به خدای بزرگ و عز و جل میسپارم. خدا یار نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.